تو کشورهای پیشرفته خارجی همه یه پزشک خانواده دارن، ولی ما بختیاریا یه دعانویس خانواده داریم. سیو که یا با دعای فک فامیلان باطل کنن یا خودشون با دعا زنن سی فک فامیلا نابود کنن. فک فامیلا اصلا چشم دیدن پیشرفت همدیانه ندارن. یعنی کافیه بفهمن شما یه وسیله خرید من هونه یا داری پیشرفت کنی، صبح سر تب مولا گو دعا بزن سیستلس کو نابودش کن. مثلا پدرم بعد 20 سال زی موتور هوندا رسید به پراید، اول بچه فامیل فهمیدن رفتن به دعا بیالشون کردن مانی حالو بیا پراید هستی مانی صبح با کیف زیر چلس هونه ما بعد 20 سال سلام علیکم خوید درستر ما ایگو پراید استری ماشاءالله. هر موقع گفت ماشاءالله صبح بزن اسم برنامه دیوار زیر قیمت بفروشه چون تشه گره. شما وقتی خوین برین عروسی خودتون یا بچلتون حتما واپر جیواتون کنین نمک، چون اگه کار نکردیم بعد دونم سالم برگردین. اگر توجه کنین بچل کوچیر بختیاری یا لپا کسونه یا مارتیه یا یه دعا ابخوزری یا پرت سوز سلطون بریم یا بوازه آخر فک فامیلا تیزونه کنن. یعنی گنبد آهنین هم بزنی سرش آخر ردش کنن. پیشنهاد ما اینه ردین عروسی یا مهمونی یا مهمون و مهمونتون فک فامیلا اولین کاری که انجام بدین و ساده ترین کار یه تخم مرغ یارین به سگان هایه. تخم مرغ یارین اسم تمام او اشخاصی که ایسان دیدن انویسین خط کشین ریز آخر پوکه غیر ممکنه نپوکه. یکی از خطرناکترین اشخاص من فامیل عمه که تقریبا 99% فک فامیلا دعا و تلس زده. بعد همیشه با احترام عمه داشته بود، چون 1% ناراحتش کردی صبح زنگ زنه به مولا. همین عمه اگردن من فک فامیل خوشگل ترین دولار تیرگر کنه سی کورس اگه وادی نسبت کورم. بعد پک پوز کور اگه لنکا و شالوم خپونیه. اگر هم دولار بس ندن تا شعاع 5 کیلومتر اطراف هونه به او هم دولارانه دعا و تلس میزنه. اما بابا با تلسم و دعا نتونی دو نفر عاشق هم کنی، نهایت است تا 2 ماه الی 3 ماه بتونن همدیگه رو سیل کنن، چون تلس بعد 2 ماه 3 ماه غیر فعاله بود. یه خواهشی که ازتون دارم هرچی هم نما برین تیم مولا. مثلا یه آشنایی داریم گو 30 بار دهم ردم تیم مولا، گو مولا پتو هی دعا کنی میرم که کار گیرس بیا، کار خو گیرس نیا. مولا در به بسکو خدا خیر دعایی که موسی میراد کردم الان باز که رئیس شرکت نبود پیو اصلا اره دنبال کار گو نه ولا هی من اونه بخواد گو تاش من اونه بود ما اول وا دعا کنم که میراد سر جاس بریسته. در پایانم میخوام بگم قدرتی که تو خوی من هیچ دعا و طلسم نی، من رابطه تو با خدای ز خدا بخوا هر چی که به صلاحت بتده. شما هم تجربه در مورد دعا و طلسم اینو دارین زیر بنویسین با هم بگیم و بخندیم.